سلام دوستای گلم، چطورین؟ امیدوارم حال دلتون عالی باشه و خیلی خوش اومدین به یه ویدئوی درآمد دلاری دیگه از کانال بیت مانی. امروز داخل این ویدئو قراره با هم توکنومیکس، نحوه کلایم و برداشت از ایردراپ داکچین رو بررسی کنیم. این ایردراپ میزان توکن هایی که قراره بهمون بده رو مشخص کرده. حالا داخل این ویدئو میخوایم بریم با هم میزان توکن هایی که تونستیم از این ایردراپ بگیریم رو دریافت کنیم. پس با من تا انتهای این ویدئو همراه باش. قبلش هم با لایک، سابسکرایب و کامنتت از من و کانالم حمایت کن. اگه ویدئو رو لایک کردی بزن بریم سراغ آموزش. خب من وارد ربات داکچین شدم. محیط ظاهری و کاربری ربات زیاد تغییری نکرده. اینجا میتونین صبر کنین تا ربات براتون بالا بیاد. یه نکته مهم و جالب رو بهتون بگم بچه‌ها، این هست که هنوز هم داخل این ربات میتونین پوینت و توکن به دست بیارین طبق گفته خودشون و تا روز لیستینگ میتونین با یه سری فعالیت‌های بیشتر باز هم پوینت و توکن داشته باشیم. ربات که برای شما بالا بیاد اینجا این پیام رو میتونین مشاهده کنین که روز و تاریخ لیستینگ این ایردراپه، اونم تو صرافی OKX تاریخ 16 ژانویه که همون 27 دی ماه ما میشه. اینجا هم یه سری توضیحات راجع به کلایم و برداشت ایردراپ داکچین رو به ما میده. اینجا به ما گفته که میتونیم کلایم و برداشت خودمون رو به دو روش انجام بدیم. اولیش این هست که میتونیم به صرافی‌های متمرکز که همین صرافی OKX هست برداشت بزنیم و روش دوم هم میتونیم به کیف پول‌های غیر حضانتی برداشت خودمون رو انجام بدیم که بازم بیشتر بهتون توضیح میدم. یه کار باحالی که ایردراپ داکچین انجام داده، به ما گفته که میتونیم با بوست کردن توکن ها و پوینت هامون تا 35% پاداش بیشتر دریافت کنیم که این رو هم بهتون میگم چطوری انجامش بدین. و قسمت آخر هم به ما گفته که میتونیم تا تاریخ 13 ژانویه فعالیت خودمون رو ادامه بدیم و باز هم پوینت و توکن به دست بیاریم. حالا کافیه روی این قسمت کلیک کنین. بعد از توضیحات صفحه اول ربات برای شما بالا میاد. اینجا میتونین اکانت خودتون رو مشاهده کنین، لولتون، میزان پوینتایی که دریافت کردین و تخم مرغ‌های طلایی. از همین قسمت هم میتونین ولت OKX خودتون رو به این ربات و پروژه متصل کنین که حتما این کار رو بکنین چون یکی از شرط‌های دریافت ایردراپش هم همین بود. کافیه روی این قسمت کلیک کنین و از اینجا ولت OKX رو انتخاب کنین. از این قسمت هم میتونین اپلیکیشن OKX رو دانلود کنین و هم ربات تلگرامیش رو که پیشنهاد من همین ربات تلگرامیه که خیلی راحت براتون بالا میاد و میتونین یک کیف پول داخلش بسازین. بعد از اون هم میتونین روی همین قسمت کلیک کنین. وقتی ربات برای شما بالا اومد حتما دقت کنین که اینجا تیک آبی تلگرام رو هم داشته باشه. حالا میتونین روی قسمت کانکت کلیک کنین تا کیف پول شما متصل بشه. خب اینجا کیف پول من هم متصل شد. حالا بریم سراغ قسمت اصلی که همون ایردراپ هستش و از این قسمت میتونیم ببینیم که چه مقدار توکن دریافت کردیم. کافیه وارد قسمت ایردراپ بشیم. این هم صفحه ایردراپ هستش که اینجا تاریخ لیستینگ رو برای ما نمایش داده که تقریبا 7 روز دیگه یعنی تاریخ 16 ژانویه لیست میشه. بخش ایردراپ خودش رو تا قسمت داره که قسمت اول بخش توکن هستش. اینجا میتونین مقدار توکن هایی که از این ایردراپ دریافت کردین رو مشاهده کنین. یه نکته رو بهتون بگم، این توکن هایی که تا الان بهتون داده بر اساس پرداخت های درون شبکه‌ای هستش که با ارز استارز انجام دادین. پس این مقدار اصلی دریافتی شما نیستش و میتونه باز هم بیشتر بشه. کمی پایین‌تر که بیایم اینجا همون قسمتی هستش که گفتم باز هم میتونین پوینت و توکن به دست بیارین. یعنی تا تاریخ لیستینگ میتونین باز هم داخل این ربات فعالیت کنین. اولین قسمتی که گفته میتونین فعالیت کنین بخش دعوت از دوستان هستش که باز هم میتونین دوستان خودتون رو به این ربات دعوت کنین چون هنوز فرصت زیادی باقی مونده. قسمت بعدی فعالیت داخل بخش هوش مصنوعی این ربات و پروژه هستش. قسمت بعد هم میتونین با واریز استارز باز هم فعالیت و تراکنش هاتون رو بالا ببرین. و قسمت آخر هم میتونین باز هم داخل اکسیزن هایی که برگزار میکنن شرکت کنین، اسپین بچرخونین و باز هم واریزی استارز داشته باشین. پس این بخش ها رو هم میتونین تا تاریخ 12 ژانویه انجامش بدین. اما بریم سراغ قسمت برداشت. کافیه روی این قسمت کلیک کنم. اینجا جایی هستش که ما میتونیم توکن های خودمون رو کلایم و برداشت کنیم. خودش چندین تا قسمت داره بچه‌ها. ما از طریق 2 تا بخش میتونیم توکن های خودمون رو برداشت بزنیم.
اولین قسمت که اینجا فعال هم هستش برداشت به صرافی OKX هستش که متاسفانه این صرافی برای ما ایرانی ها تحریمه. اما اگر اکانت وریفای شده این صرافی رو دارین بهتره که به همین صرافی برداشت بزنین، چون خیلی زودتر از لیستینگ براتون به همون اکانت واریز میکنه. کافیه اینجا روی لینک کلیک کنم. اینجا میتونین UID صرافی خودتون رو وارد کنین و اینجا هم آدرس تون کوین خودتون رو. بعدش روی قسمت کانتینیو کلیک میکنین و خیلی زودتر از تاریخ لیستینگ براتون به اکانت وریفای شده صرافی OKX تون این توکن ها واریز میشه. اما بهترین گزینه برای ما ایرانی ها این هست که اجازه بدیم این بخش آنچین برامون باز بشه تا خیلی راحت از همین قسمت به کیف پولی مثل تون کیپر یا کیف پول خود OKX برداشت بزنیم. بچه کیف پول OKX تحریم نیستش و یک کیف پول وب تیریه که خیلی راحت میتونیم ازش استفاده کنیم. شما روز لیستینگ یعنی 7 روز دیگه 16 ژانویه میتونین از همین قسمت توکن هاتون رو به کیف پولی مثل OKX برداشت بزنید. اما یه قسمت جذاب که اینجا اضافه شده این هستش که شما میتونین توکن هاتون رو بوست کنین و با 35% ایردراپ بیشتر دریافت کنین که میتونه پیشنهاد جذابی باشه، مخصوصا اگه توکن های دریافتیتون زیاده. کافیه روی این قسمت کلیک کنین. برای مثال اینجا من در حالت عادی 200 تا توکن دریافت میکنم، اما اگه این قسمت رو بوست کنم میتونم 270 تا توکن دریافت کنم. البته که این رو بهتون بگم این قسمت بوست یه حالت استیک 1 ماهه هم داره، یعنی شما توی تاریخ لیستینگ نمیتونین برداشت بزنین و باید کمی صبر کنین. اینجا دیگه تصمیمش با خودتونه که میخواین تا روز لیستینگ صبر کنین و سریع نقدش کنین یا از این قسمت استفاده کنین و توکن هاتون رو بیشتر کنین. من خودم میخوام روی این قسمت بذارم بمونه و اینجا روی بوست کلیک کنم. اینجا از شما یک کانفرم میگیره و بدون هیچ فی و هزینه ای این کار رو انجام میده. بوست و استیک من هم انجام شد و میتونم تاریخ 5 فوریه به این ربات سر بزنم و از این قسمت توکن هامو کلایم کنم. این هم کانال تلگرامی داکچین هستش با 8 میلیون کاربر و ممبر. اینجا اخبارهای مهمی رو راجع به این پروژه قرار میده که مهمترینش لیست شدن داخل صرافی OKX تاریخ 16 ژانویه هستش که اینجا هم خودشون تایید کردن. کمی پایینتر هم اینجا توکنومیکس این پروژه رو برای ما قرار داده که 10 میلیارد توتال ساپلای این پروژه هستش و 77% رو برای کامیونیتی و کاربرا در نظر گرفتن که 50%ش به صورت ایردراپ آنلاگ میشه و مابقیش برای اکوسیستم، مارکتینگ و تیم در نظر گرفته شده. آخرین پست تلگرامیشون هم یه پست راجع به کلایم و برداشت و نحوه دریافت توکن ها هستش که اینجا میتونین کامل مشاهده کنین. قسمت آخر هم یه آیدی ساپورت یا ادمین قرار دادن که اگه مشکلی داشتین میتونین با این آیدی در ارتباط باشین و مشکلتون رو مطرح کنین تا برطرف کنن. یه نکته مهم دیگر رو هم بهتون بگم بچه‌ها، میزان توکنی که شما تا الان دریافت کردین برای پرداخت‌های درون شبکه‌ای استارز بوده و قراره بر اساس فعالیت‌های دیگه‌تون مثل استیک و بریج باز هم بهتون توکن بده و باز هم میتونین از همین قسمت‌ها کلی توکن دیگه هم دریافت کنین که مجموعاً روز لیستینگ اون مقدار توکن ها هم مشخص میشه. این هم از آموزش و توضیحات کلایم و برداشت و توکنومیکس پروژه داکچین. اگه سوالی یا مشکلی داشتی حتما داخل کامنت ها بپرس، راهنماییت میکنم. و اگه این ویدیو برات مفید بود خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنی و زنگوله کنارش رو فعال کنی تا از بقیه ویدیوهای کسب درآمد دلاری جا نمونی. مرسی که بازم تا انتهای ویدیو همراه من بودی. تا ویدیوی کسب درآمد دلاری دیگه، خدا نگهدار.